اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز میخوایم درباره داستان ابو جهل یک ذره معلومات بدم. فلیعد نادیه سنده الزبانیته، پس جماعت خود را بخوانند، ما نیز نگهبانان دوزخ را فرا خواهیم خواند. این دو آیه هستند که همیشه میخوانیم اما معنای آنها را نمیدانیم. قرآن شریف است، نه؟ فلیعد نادیه میگه پس جماعت خود را بخوانید. پس خدای آیت میخوانه که ما نیز هم نگهبانان دوزخ را فرا خواهیم خواند. بسیار از ما نمیدانیم که این آیه پس از حادثه بزرگ که در قلب مکه و در برابر کعبه معظمه رخ داده نازل شده است. روز پیامبر صلی الله علیه و سلم در حال نماز در مقابل مقام ابراهیم در کنار کعبه بود که ابو جهل او را دید، عصبی شد و نزد پیامبر رفت، گفت که آیا به تو نگفتم از این کارا دست بردار ای محمد؟ و محمد صلی الله علیه و سلم تهدید کرد و مجازات میخواست بکنه دیگه. اما پیامبر صلی الله علیه و سلم به سخنان از او توجه نکرد و با او سخت پاسخ داد. ابو جهل نتوانست تهدید پیامبر صلی الله علیه و سلم را تحمل کنه و نمیتوانست که سکوت کنه، چون ابو جهل دیگه رئیس دو زمان رئیس بود، بزرگ قوم بود، دارای احترام و متقابل زیاد در قوم خود داشت. پس با کبر و خودخواهی گفت که من از اقوام و عشیره های خود که از اهل قریش هستم من برخوردار هستم، یعنی من قدر نفوذ دارم و او آماده است که مرا یاری کنه. ابو جهل میگه. پس خداوند متعال به پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمان داد که ابو جهل بخوای و بگو که اهل و یاران خدا دعوت کنه بیاید. نادی دعوت کنه در نادی، یعنی نادی مقصد از مجلس است، در مجلس بیاین. ابو جهل در پاسخ گفت محمد مرا به تهدید میکند. میگه محمد مرا تهدید میکند در حالی که من از همه اهل وادی بزرگترین مجلس دارم، یعنی من از همه که دی کعبه بزرگترین مجلس قرآنش دارم، من زده نیستم. باز بعد از او پس جواب خداوند متعال به ابو جهل این بود که اگر میخواهد میتواند اهل و یاران خود را دعوت کنه. باز ما هم میگه فرشتگان عذاب را خواهیم فرستاد، فرشتگانی که شدید و مسئول عذاب هستند، فرشتگانی که مسئول عذاب هستند، فقط عذاب را میفرسته در کنار پیامبر استاد شود در برابر ابو جهل. و همیسته که مجلس برگزار میشه و در کنار کعبه و در برابر چشم تمام اهل مکه، باز مشرکان میفهمند که ابو جهل پیامبر تهدید کرده است و مسلمانان نیز میدانستند که خداوند پیامبر یاری خواهد کرد و میکنه. پس ابو جهل با کسایی که در اطرافش بودند و با هر کسی که میتواند صدای را بشنود گفت به عزت و بزرگی لات و عزا من حتما بر گردن او میزنم و صورت او را در خاک و هم مالید. میخواست که با پیغمبر دیگه حمله کنه و بزنه، همچون ابو جهل فکر داشت. سپس پیغمبر صلی الله علیه و سلم شروع به سجده کرد و ابو جهل به سمت سر پیغمبر صلی الله علیه و سلم به سرعت حرکت کرد و رفت طرفش تا آنچه که تهدید کرده را بود انجام بده دیگه. گفت من این خو میزنم، میخواست که بره بزنه. اما وقتی که ابو جهل به پیامبر نزدیک شد ناگهان استاد و بی حرکت ماند
و بعد از او سپس شروع کرد به عقب نشینی، یعنی پشت سر رفت و در حالی که بسیار ترسیده بود و دست پاش می لرزید. جمعیت قریش گفت که ای ابو جهل، این محمد است که بر سرش قدم نزدی، چرا عقب نشینی کردی؟ خالق گفتی خب محمد است، چرا پشت سرش شیشتی، چرا نرفتی نزدی؟ همه شروع کردن درخواست توضیح از پیش پرسان میکنن، چرا نگیدی کارا، برو دیگه بکن، چرا نمیکنی کارا، تو خواده کردی که من میزنم، چرا سر قولت استاد نیستی، چرا نمیخوای انجام بدی بزنی؟ قال ابو جهل گفت اگر شما آنچی را که میگم من دیدم میدیدید خون گریه میکردید. الله اکبر. قوم قریش گفت چی چیزی را دیدید ای ابو جهل؟ او گفت میگم ابو جهل گفت که من و او، یعنی بین ما و پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک خندق، یک چقوری بسیار بزرگ از آتش بود و موجودات با بالها بودن، موجودات بالدار بودن. باز امون لحظه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اگر او نزدیک میشد فرشتگان او را با وضع میگرفتند، یعنی در حالی که میخواستم اون کار انجام بده. باز ابن عباس میگوید که اگر او ابو جهل نزدیک میشد، اگر ابو جهل نزدیک میشد اقدام میکرد که فرشتگان او را میگرفتن و به سوی روز قیامت میبردن. ابو جهل فرشتگان عذاب را دید و دید که زبانیه یعنی او را محاصره کردن. زبانیه یعنی محاصره کردن بودن. خود ابو جهل متوجه میشه که او محاصره شده و خندق عظیم را دید در بین وسط خود و پیغمبر که او را خداوند جل جلاله برای حفاظت از پیغمبر فرستاده بود. و همین بود یکی از داستانهای ابو جهل دیگه. اگر میخواین که در صدقه جاریه اجر نصیب تا شما بگرده، تعقیب کنین ما را از چیزهای جدید، از آگاهی های جدید دین ما. و بعضی کسا همی چیزها را نمیفهمه یا نمیدانه، میشه بر از دعا برسانین و خدا اجر نصیب کنه همگی ما را، عزت نصیب کنه، جنت الفردوس نصیب کنه، دیدار خداوند نصیب ما کنه و دیدار رسول و پیغمبرش انشاءالله. تشکر.